مشقی 287 از کتابی درسی و اکو اهمیت بدید. دوری نیم تجزیه ماده رادیواکتیوی معین کرده شود. اگر معلوم باشد که در مدت 2 سال این ماده 1.5 مرتبه کم شده است. پیش از حل کردن این مثال اول حلی عمومیش با میابیم. نگاه کنید. ماده رادیواکتیوی در اول مقدارش R برابر بود. R نول معنیش می. بعد یک وقتی معین مقدارش بگذار R شود. این مقداری چه؟ مقداری ماده رادیواکتیوی فهمیدید؟ ثانی R شود. اکنون این اگر نگاه کنیم اگر بچه‌ها همین مقداری ماده ها سرعت تجزیه شویش DR تقسیم 3 میشه DT همین وابسته از وقت کن برابر یگان کوفیسیانت ضرب R میشه همین R ضرب یگان کوفیسیانت K. لیکن اینجا نه گپ های بچه‌ها از بس که چقدر که وقت زیاد شد مقدار ماده همونقدر کم میشه. بنابراین ما اینا کوفیسیانت متناسبی یا علامت منفی که میگیریم. علامت چکی منفی که میگیریم. اکنون این معادله هم تو حل کنیم اگر حل عمومیش مورد. برای حل کردن چون کنیم DR تقسیم R این ریت تک دیفرنسی که خودش بورم. تمام برابر مینوس K DT. اکنون اینتگرال گیریم چه میشه؟ ln از R برابر مینوسی K T پینوسی دائمی چیزه C. عیناً همینطور ln از R برابری ln از Y مینوسی K T جمعی ln از C گوییم. اینک ln از R برابری ln از C ضربی Y مینوسی K T. خیلی هر دو طرف لاریفای پرتوی R برابری C ضربی Y نشون دادنش مینوسی K T میشه. مسئله گذشته داریم. وقتی شرایط اولا در وقتی که T برابری 0 بگذار ماده رادیواکتیوی ما ارینال باشد. مقداری ماده ما چند باشد؟ ارینال. وقتی اولی وقت قبلده همینه. اگر ما معین کنیم جایی یعنی که R به ارینال گذاریم ارینال برابر C ضربی Y مینوسی K ضربی 0 برابر C به برابر میشه. پس در اولی وقت جای C به ما چند میمانیم؟ ارینال. R برابر ارینال ضرب Y مینوسی K T. بچه ها این فرموله برای آن حادثه های استفاده برده میشه که وینده وابستگی وقت از مقدار متناسبی چپه باشد. یعنی که هر چقدر وقت زیاد شده برود مقدار کم شود. تمام بچه ها انا این فرمولی اول اثبات کردگی ما برای آن حادثه هایی که وقتی که مقدار ماده با وقت متناسبی راسته هست. مثال ببینید افزایش اهالی صورت افزایش اهالی مثال چه وقت همینقدر گذره اهالی زیاد میشه کو اما با این فرمول استفاده می‌کنید. اگر تجزیه رادیواکتیوی گفتگه این فرمول استفاده می‌برید. فهمیدید من این چیزه. انا این ما یک بار اثبات کردیم اكو شرطی مسئله به بپردازیم. ببینید دوره نیم تجزیه ماده رادیواکتیوی معین کرده شود. اگر معلوم باشد که در مدت 2 سال T برابری چند؟ T برابری 2 سال این ماده 1.5 مرتبه کم شده است. این ماده چند مرتبه کم شده است؟ 1.5 مرتبه. اگه اینه ببینید 2 سالانده 1.5 مرتبه کم شود ارینال ما برابری 1.5 ضرب R میشده. خیلی اولا ارینال بود ثانی که بعد چه شد؟ R شد. فهمید؟ از اینجا R معین کنیم اگر 3/2 باشد
2 تقسیم 3 ارینال میشه. همین اینک جاش رو گذاشته کایم یابیم. تمام شد بچه ها. جای ار به چی میمونیم؟ 2 تقسیم 3 ارینال برابر ارینال ضرب 1 مینوس k ضرب سال وقت چند؟ 2 سال. تمام. ارینال ها اختصار شده رفت. اکنون ما الان این چیزا 2 تقسیم 3 برابر 1 تقسیم 1 نشان دهندش 2k با این میشن. اینجا منفی بود ما چیکار کردیم؟ اما ببینید این خیلی نوشتگیم محل معقولم از اینجا یه نشان دهندش 2k میابیم برابری 3 تقسیم 2 و خودی 2k برابری ln از چیزه 3 تقسیم 2 ده k خودش میابیم k برابری ln از 3 تقسیم 2 تقسیم 2. اکنون اینه کلکولاتور استفاده میبریم. کلکولاتور استفاده بودیم میابیم کنی چند شد بچه ها. لگریتمی نتورالی از 3 تقسیم میجونیم میابیم. بعد به یافتگی ما 2 به تقسیم میکنیم. تو 10,001 گیری دقیقه یعنی نقط کنی 0 ویرگول چیزه 1 بار 2 هم تقسیم کنیم مصطفی 0 ویرگول چند 20 27 اینا ما تقریبا می‌گیم. اینا نگاه کنید بچه‌ها گوش کنید بچه‌ها. این فرمول چه بوده است انیقش ما کیفیت معین کنیم r برابری ارینال ضرب 1 مینوسی 0 20 27 0 20 27 ضرب 3 t. انا کو گفته است که دوری نیم تجزیه رو معین کنید. انا این t یا گفته است اگر نیم تجزیه بود اگر بچه‌ها مقدار اول نیم تاش باقی میمونه. یعنی r ما برابر 1 تقسیم 2 ارینال 1 تقسیم 2 ارینال. اینک اینج میابیم 1 تقسیم 2 ارینال برابر ارینال ضرب 1 نشان دهندش مینوس 0 20 27 ضرب ت. میخوام ارینال ها اختار شده رفت. یه نشان دهندش اینو من مثبت کردم 1 رو بعد ضرب بزنم 0 20 27 ت برابر 2. از اینجا میابیم 0 20 27 برابر ln ضرب ت همین برابر ln از 2. برای ت یافتم ln از 2 یا لگریتم لگری از 2 چند تقسیم میکنم 0 20 27 در کلکولاتور استفاده بردم قیمتی تخریبی شه بگیم. کلکولاتور استفاده بگیم جونی 342 سال بعد 342 سال دوری نیم تجزیه ماده رادیواکتیوی چند بوده است؟ 342 سال بچه هست. انا میخواستم حل میکنیم بچه ها فهمامی نمید. این یک بار دیگه خلاصه درس ما امروز حلی معادله های دیفرانسیلی ترتیب یکم با تغییر یابنده یا نامعلومه های جداگانه یا فهمیدیم. اما متد اساسی اینجا متد اینتگرانی. اما این یک دیگر چیز ما فهمیدیم که انا همین معادله در حیات به نوعی استفاده برده میشده است. در بیولوژی، در شیمی، در دموگرافی، یعنی افزایش اهالی، در استاتستیکا، در آمار، در علم فیزیکا، من در همه ساحه‌های حیات فهمی نمید. درس فرماش رو نمید بچه‌ها. من میدونم این چیز موضوع خیلی کم ترک دشوار برای شما، چون که اصلا این حل این خیلی معادله‌های در مکتب‌های عالی تعلیم داده میشود، لیکن به هر حال ما فهمیدن ما در فهمید. اگر همه فهما باشد یک تا 500